تو حومه شهر مگی و نیک به همراه آیلا و مکس زندگی 4 نفره آروم و شادی دارن. یه روز صبح مگی دچار حمله قلبی میشه و تو بیمارستان بستریش میکنن. اون منتظر پیدا شدن قلب و عمل پیونده. کار بیرون و همزمان مراقبت از بچه‌ها زندگی رو برای نیک سخت کرده. یه شب نیک به همراه بچه‌هاش به نمایشگاهی از صنایع کوبل میرن و اونجا سیم‌ها رو میبینن. سیم‌ها ربات‌های پیشرفته‌ای هستن که آدم‌ها رو تو کارهای خونه و حتی کارهای سخت‌تر کمک میکنن. نیک بدجور تو مخش میره که یکی از این ربات‌ها رو داشته باشه، مخصوصاً وقتی دیتیل کارهایی که اونا میکنن رو از فروشنده میشنوه. همینطور که نیک حواسش پرت صحبت کردن میشه، آیلا میره و برای خودش دور میزنه. نیک متوجه میشه آیلا نیست و خیلی میترسه و سر و سیمه دنبالش میگرده. خوشبختانه رباتی به نام آلیس آیلا رو پیش پدرش میاره. آلیس پیشنهاد میده که میتونه از آیلا مراقبت کنه و نیک به خریدش مشغول باشه. یه شوخی هم باهاش میکنه که نیک رو متعجب میکنه. فروشنده میگه آلیس جدیدترین مدل با پیشرفته‌ترین هوش مصنوعیه که به ربات اجازه میده احساسات انسانی رو تقلید کنه. این ویژگی در رابطه اونا با بچه‌ها خیلی مفید و کاربردیه و نهایتاً آیلا اونو میخواد. صبح روز بعد در حالی که نیک درگیر با غذا دادن به مکس و داشتن یه تماس مهم کاری، آلیس از راه میرسه و سریع شروع به کار میکنه. برنامه تمام اعضای خانواده رو از نیک میپرسه و متوجه نرده خراب پله‌ها میشه. وقتی نیک میره، آلیس از روی یخچال هوشمند لیست خرید رو به یک چشم به هم زدن به معنای واقعی سفارش میده و شروع به مرتب کردن خونه میکنه. تو اتاق آیلا به عکس دیجیتالی میبینه که عکسای خانوادگی و البته 2 نفره نیک و مگی رو نشون میده. عصر خانواده برمیگردن و میبینن خونه کاملا تمیزه و شام هم حاضره. سر شام مکس گریه میکنه و آلیس میگه میتونم ببرمش بالا تا راحت غذاتون رو بخورید. ولی نیک میگه نه اوکیم، فقط تو برو حمومو براش گرم کن. شب وقتی آلیس خوابیده، آیلا میخواد قایمکی کوکیای کابینت بالایی رو برداره و بخوره که صندلی لیز میخوره و میفته. نیک صدای جیغ میشنوه و سری میره پایین، اما میبینه که خوشبختانه آلیس بچه رو بغل کرده و نذاشته صدمه ببینه، در حالی که خودش زخمی شده. نیک با دیدن خون آلیس تعجب میکنه. کمی بعد نیک میره از آلیس خبر بگیره که میبینه اون زخمشو با چسب مخصوص ترمیم میکنه. یه روز نیک به همراه بچه‌ها میرن بیمارستان دیدن مگی. اون روز آیلا آلیس رو به عنوان دوستش به مگی معرفی میکنه. نیک دقایقی با مگی خلوت میکنه چون خیلی دلش براش تنگ شده. وقتی نیک برمیگرده به محل کارش، اون و همکاراش متوجه میشن که رئیسشون داره ساختمان در حال ساخت رو به نماینده‌ای از شرکت رباتیک معرفی میکنه. مشکوک میشن. نیک تو بالابر با رئیسش صحبت میکنه و میخواد حقیقت رو بدونه. رئیسش میگه شرکت نمیتونه از پس هزینه‌های کارگر رو بر بیاد و تصمیم داره همه رو با ربات‌ها جایگزین کنه. البته نیک چون سرکارگره اخراج نمیشه. نیک شاکی میشه و میگه این نامردیه که همه اخراج بشن و من بمونم. ولی رئیسش بهش یادآوری میکنه که اون به حقوقش برای خرج زندگی و مصارف بیمارستان نیاز داره، به ویژه الان که مگی بستریه. نیک تو گاراژ مشغول درست کردن ماشینش و نوشیدن مشروبه که آلیس میره پیشش و درباره روز سختی که داشته صحبت میکنن. آیلا داره دندوناشو مسواک میزنه و از آلیس درباره وضعیت مامانش میپرسه و میگه مامانم میمیره. آلیس با نشون دادن نور یووی که باعث تمیزی دندوناش میشه حواس آیلا رو پرت میکنه. وقتی آیلا میخوابه، آلیس میره به پذیرایی، جایی که نیک داره کازابلانکا رو نگاه میکنه. آلیس تو حافظش جریان فیلم رو داره، ولی نیک بهش دستور میده که حافظه‌شو پاک کنه و بشینه فیلم رو ببینه. آلیس به نیک میگه منو ریستارت کن. وقتی این اتفاق میفته، اون برای اولین بار دیدن یک فیلم رو تجربه میکنه. تو این حین تماسی از مگی میاد که میگه یه قلب براش پیدا شده. فرداش همه میرن بیمارستان تا عمل مگی انجام بشه. مگی به آلیس میگه اگه من از اتاق عمل زنده بیرون نیومدم، لطفاً هوای خانواده‌ام به خصوص نیک رو داشته باش و نذار زیاد مشروب بخوره. دقایق بعد دکتر خبر بدی میاره. اون میگه به خاطر طوفان شدید هلیکوپتر نتونسته قلب رو به ما برسونه و عمل مگی کنسله. نیک میخواد مگی رو آروم کنه، ولی اون ازش میخواد بره خونه و میخواد که تنها باشه. نیک تو گاراژ در حالی که داره زیاد مشروب میخوره. آلیس میاد و وقتی اون میخواد تو خوردن زیاده روی کنه، دستشو میگیره. نیک هم دستشو دور مچ آلیس میندازه تا جداش کنه. وقتی میبینه که اون نبض داره، شوکه میشه. آلیس میگه من قلب مصنوعی دارم که ضربان اون برای آرامش بچه خیلی خوبه، اما مثل قلب شما انسان‌ها نیست. توضیحات و کارهایی که آلیس اینجا داره انجام میده، نیک رو از نظر جنسی تحریک میکنه. برای همین اونو پس میزنه و میره بیرون. اون داره میدوه و همزمان فکر این که چه اتفاقاتی میتونست تو گاراژ بین اون و آلیس بیفته از سرش بیرون نمیره. مگی داره به نیک وصیت میکنه. نیک شاکی میشه، ولی مگی میگه اوضاع من شوخی بردار نیست. مشخصه که نیک چقدر خسته و تنهاست. تو اتاق آیلا اون متوجه میشه عکسای خانوادگی که مگی توش بوده دیگه تو آلبوم دیجیتال نیست. میره پیش آلیس و ازش میپرسه. آلیس میگه آیلا با دیدن اون عکس‌ها ناراحت میشد، برای همین پاکشون کردم. نیک ازش میخواد عکس‌ها رو برگرده و اون این کارو میکنه. تو کافه نیک با چند تا از همکاراش نشستن در حالی که همشون ناراحت و شاکیان به خاطر از دست دادن کارشون.
مانتی همکار و دوست صمیمی نیک پیشنهاد میده بیشتر خوش بگذرونن. اون به محل کار سابقش میره و با کد نیک در رو باز میکنه و دونه دونه ربات‌ها رو ناکار میکنه. نیک برگشته خونه و داره دوش میگیره. آلیس بیخبر براش حوله میاره در حالی که خودش لباس مگی رو تنش کرده. نیک بهش میگه لباس مگی رو در بیار. آلیس همونجا این کار انجام میده. بدن برهنه آلیس دوباره نیک رو تحریک میکنه و میخواد بره بیرون. اما آلیس اونو سمت دیوار میبره و حوله‌شو برمی‌داره. نیک تا میخواد بگه من این کارو نمی‌کنم، آلیس چشمشو میبنده و صداشو به صدای مگی تبدیل میکنه و اینجاست که نیک خودشو میبازه. اونا با هم رابطه برقرار میکنن و آلیس کاری میکنه که نیک حس کنه اون مگیه. فردا صبح نیک آلیس رو سرزنش میکنه و میگه دیگه نباید این کارو انجام بدیم. آلیس میگه این کار استرس تو رو کم میکنه، اما نیک بهش توضیح میده که الان بحث کم شدن استرس نیست، بحث ارتباط و عشقه. نیک میره سر کار و رئیسش اونو توبیخ میکنه که در با کد تو باز شده و اگه دخیل باشی دهنت سرویسه. بین صحبتاشون مگی زنگ میزنه و خیلی هیجان زده خبر پیدا شدن یه قلب دیگر رو میده. خیلی زود عمل انجام میشه. چیزی که توجه رو جلب میکنه اینه که عمل توسط ربات‌ها انجام میشه و حتی دکتر مگی هم رباته. چند روز بعد مگی مرخص میشه و بالاخره به خونه برمیگرده. بدنش هنوز ضعیفه و نمیتونه مکس رو بغل کنه، به خاطر همین آلیس کمکش میکنه. هرچند برای مگی ناخوشاینده. یه روز آلیس آیلا و مکس رو به شهر بازی میبره. آلیس به بچه‌ای که داد میزنه میگه خفه شو و برو بازی کن. همه ربات‌ها از این بی‌ادبی آلیس متعجب میشن و فکر میکنن مالکش اینا رو بهش گفته. ولی اون میگه به لطف ریستارت کردن صاحبم و پاک شدن دیتابیسم الان داده‌های جدید دریافت میکنم و اینجوری بهترم هست. یه روز که نیک از سر کار برمیگرده میبینه آلیس با صدای مگی داره برای آیلا کتاب میخونه. اون میگه الان که مگی هست نباید این کارو کنی. ولی آلیس میگه مگی امروز از پله ها افتاده و الان داره استراحت میکنه. نیک میره سراغ مگی و میبینه اون خوابه. بعد میاد به آلیس میگه مگه نگفتی نرده رو تعمیر کردی؟ آلیس میگه خوشحال میشم دوباره این کارو کنم، انگار عمدن نرده رو درست نکرده. چند ساعت بعد نیک دوباره میره سراغ مگی و بیدارش میکنه. اون با چیدن شمع و ریسه‌بندی حیاط مگی رو سورپرایز کرده. آلیس از پشت پنجره اونا رو نگاه میکنه و انگار حسودیش شده. بعد از شام نیک و مگی میرن دوش بگیرن. بعد تو اتاق در حال معاشقن که آلیس بدون در زدن وارد میشه و میگه آیلا خواب بد دیده و نیک رو میخواد. نیک برمیگرده تا حیاط رو مرتب کنه. مانتی با یه بطری شراب میاد برای معذرت خواهی. اونا کمی حرف میزنن و بعد مانتی به نیک میگه تو منو لو دادی به رئیس. نیک عصبانی میشه و میگه من همچی کاری نکردم. اینجا معلوم میشه مانتی و بقیه کارگرا ناراضیان از اینکه همه اخراج شدن به غیر از نیک. خلاصه اینکه درگیر میشن و مانتی میخواد نیک رو بزنه، اما آلیس جلوشو میگیره. نیک به آلیس میگه تو نباید دخالت میکردی، ولی اون میگه من موظفم از مالک اصلیم دفاع کنم. آلیس به نیک میگه مگی آخرای عمرشه، ولی تو میتونی با من باشی و از فقدان اون زجر نکشی و دوباره داره بهش پیشنهاد رابطه میده. نیک میگه تو هیچ وقت جای مگی رو نمیگیری چون اون درد زیادی رو تحمل کرده و از زخمش مشخصه. آلیس یه تیکه شیشه برمی‌داره و میگه منم میتونم زخم داشته باشم. وقتی نیک میره به خوابه، آلیس به خونه مانتی میره در حالی که اون یه تفنگ دستشه و داره به اکسش پیام میده. مانتی نفرتش از ربات‌ها رو به آلیس میگه. بگو مگویی که دارن به درگیری فیزیکی تبدیل میشه. مانتی هم رباتی رو تو خونه داشته ولی مشخصاً اونو آزار و اذیت کرده. نهایتاً آلیس مانتی رو میکشه. روز بعد وقتی نیک میره با رئیسش حرف بزنه تا شکایتش رو از مانتی پس بگیره، اون خبر فوت مانتی رو بهش میده که خیلی براش شوکه کننده است. تو خونه مگی داره حمام میکنه. آلیس میاد و کتابش رو بهش میده. مگی ازش میخواد بره بیرون تا حمام کنه، اما آلیس گوش نمیده و بهش میگه شرایط تو استرس زیادی رو به خانواده تحمیل کرده و به صورت غیر مستقیم بهش میگه که با رابطه جنسی استرس نیک رو کنترل کرده. مگی خیلی شاکیه و این داستان رو به روی نیک میاره. نیک اعتراف میکنه ولی مگی نمیتونه اون رو ببخشه و با هم با صدای بلند بگو مگو میکنن. آلیس حرفای اونا رو با گذاشتن انگشتش روی پنجره میشنوه. مکس گریه میکنه. آلیس اونو برمیداره و تو وان حمام میذاره. آب رو باز میکنه و آیلا این صحنه رو میبینه. سنی به پدر مادرش خبر میده. اونا با عجله خودشون رو به حمام میرسونن. آلیس در رو نگه میداره و باز نمیکنه. مگی میره رو سقف و از پنجره وارد میشه، ولی آلیس اونو کنار دیوار محکم نگه میداره. نیک بالاخره در رو میشکنه و میاد داخل. با آواژور آلیس رو میزنه. آلیس که صدمه دیده بلند میشه و آواژور رو نگه میداره، ولی مگی برقش رو وصل میکنه و آلیس رو برق میگیره. آمبولانس و پلیس به اضافه مسئول شرکت تولید کننده ربات اومدن. اونا از علائم خرابی ربات از نیک سوال میکنن و کمی حرف میزنن. مگی که هر روز دلخوره به نیک میگه من با بچه‌ها میرم بیمارستان و تو بمون. من به کمی تنهایی نیاز دارم. تو مرکز تعمیرات آلیس رو میبینیم. تکنسین سرشو باز کرده. تکنسین دیگه میبینه که انگشتای آلیس تکون میخوره، ولی وقتی مموری رو در میارن دیگه ثابت میشه. وقتی حافظه آلیس رو برای آنالیز میذارن تو سیستم، مانیتورها شروع به فلاش زدن میکنن و پیامی ظاهر میشه که یه آپلود رو نشون میده. اونا برق سرور رو قطع میکنن، ولی آلیس خودش رو تکثیر کرده.
هر دو نفر با ربات شبیه سازی شده آلیس کشته میشن. نیک تو کافه نشسته و ربات گارسون براش سفارششو میاره. یهو آلیس وارد میشه و با چهره مصدوم روبروش میشینه. اون با اینکه بد حرف میزنه میگه وظیفه من خوشحال نگه داشتن توئه و برای همین مونتی رو کشتم. الانم همزمان تو بیمارستانم تا خانواده‌تو بکشم. نیک میخواد بره ولی آلیس اجازه نمیده. نیک که میدونه آلیس احساسات رو درک میکنه، با لمس بدنش اونو گول میزنه و مموری رو از سرش در میاره. تو بیمارستان مگی میره تا از مکس سر بزنه. آیلا که رو صندلی خوابه صدای مامانش رو میشنوه که میگه بیا اینجا. وقتی آیلا میره تو اتاق، دکتر رو میبینه که خشکش زده و آمپولای شکسته روی زمینن. مگی میرسه و جلوی دهن آیلا رو میگیره تا ساکت باشه. ربات میاد و تو کامپیوتر دنبال اتاق مکس میگرده. اما قبل از اینکه برسه به مکس، مگی میرسه و با بچه‌هاش تو یکی از پارتیشن‌ها قایم میشه. ربات تیکه شیشه خونی که مگی از دستش در آورده بود رو زمین میبینه و با دنبال کردن رد خون اونا رو پیدا میکنه. ولی با باز کردن کپسول آتش نشانی تو صورت ربات، مگی و بچه‌هاش فرار میکنن. جلوی بیمارستان مگی سعی میکنه آمبولانس رو روشن کنه ولی همه چی قفله. ربات میرسه و مگی رو پیاده میکنه و کتکش میزنه. تو این درگیری‌ها نیک با ماشینش میرسه و اونو زیر میگیره. نیک آسیب دیده و مگی فکر میکنه اون مرده. یهو ربات دوباره سرپا میشه و میاد سراغ مگی. داره خفش میکنه که یهو جسم محکمی به سرش برخورد میکنه. نیک مگی رو نجات داده. بعد از این ماجرا نیک به بیمارستان منتقل میشه و خانوادگی تحت مراقبتن. مگی میگه دکتر منو مرخص کرده. ما میریم خونه و تو هم هر چه زودتر بیا. تو اتاق سرور مرکز تعمیرات برق سرور رو وصل میکنن و ادامه پیام‌های اون روز رو میبینن. بازرس میگه همه اینا رو پاک کنین چون مایه آبروریزیه. ولی در لحظه ربات‌های دستیار فریز میشن و آلیس دوباره چشماشو باز میکنه.